نمازت بابا. بله. من بزرگترم یا مامان؟ تو. نه قشنگ جواب بده. من بزرگترم یا مامان؟ تو. مامان لاغرتره یا من؟ این یعنی کی؟ مامان. مامان کی زشتره؟ مامان. مامان زشتره از من؟ کی خوشگل‌تره؟ تو. کی بیشتر راست میگه دروغ نمیگه؟ ای. من راست میگم بیشتر. آره. تو راست میگی. کی بیشتر اذیتت میکنه؟ مامان. بیشتر تو حرف کیو بیشتر گوش میدی؟ حرف تو رو. دوست مهربون. بابای مهربون من گوشی بده بازی کنم. الان داری چی کار میکنی؟ گولت. داری بابا رو گول بزنی؟ من گول نمیخورم. چرا؟ چون که من میدونم تو از چه روشایی استفاده میکنی که من گول بزنی. گوشی رو بهم بده. نه گوشی رو من بهت بدم وقتی 1 ساعت دستت بود بازی کردی اگه گفتم گندم گوشی رو بده میدی؟ تا حالا شده منو گول بزنی؟ ها؟ کی؟ همین. ها؟ همین. سلام بچه ها خوشگل دنبال. اگه دنبال میخوایم براتون دنبال میارم. بعدش دنبال دوست داریم. دنبال یعنی چی؟ خیلی دنبال دوست دنبال. یه بار دیگه به من میگی گندم چی گفتی دخترم؟ مامان منو ببخش. چرا؟ من دیگه من دیگه کبابم میبندم. بلند بگو گفتی منو ببخش من دیگه کمربندم رو میبندم. چی؟ دختر خوبیم. تو ماهی ماه از خوب گذشته. کمربند نبستی؟ موهاتو باز کردی ماما. من 2 ساعت موهاتو شونه کرده بودم. دوست ندارم. یعنی چی؟ گرم اه، مگه جوجو نرفته بود تو موهات؟ الان دوباره جوجو بره تو موهات چی؟ من گرمم شد. یعنی چی؟ رقص کردم. خب برو پنجره رو باز کن، برای بالکن رو باز کن خنک شی. ولی موهاتو چرا باز کردی؟ اه. نینیا من بستم موامو بعدش لباس پوشیدم. تو خونه لخت نگردینا. موتون هاشون همیشه بکنی تا. آفرین. گندم گندم خانم گفتی چرا گریه میکردی؟ آخه درس داشتم. درس داشتی؟ چرا نمیخواستی بیای بیرون؟ آخه درس داشتم. درس داری؟ آره. درس چیه؟ اسمم باید برم مدرسه. اشمت باید بری مدرسه؟ آره. درس چی هست؟ درسم باید درس بخونم. آره. خیلی خانم معلم گفته. خانم معلم گفته؟ آخ بذار پاک کنم با دستمال. خانم معلم چی بهت گفته؟ گفته درستو بخون. راست میگی؟ نه تو کی هستی؟ من یه شیرم. من سلطان جنگلم. ببین چقدر قدمو میبینی؟ تو میگی چجوری رفتی برای من کاپشن خریدی؟ مامان کفشمو پوشیدم قرمز خزک بود. بعد رفتم تنهایی بیرون. بعد از این
کافشن رو برات خریدم. خودت تنها خریدی؟ آره. چجوری رفتی تا مغازه؟ مغازه تو شهر جوره که من با جوراب قرمزم پوشیدم. بادکنک داشت اونجا، کافشن داشت، عروسک داشت. من عروسک و اینا کافشن. چی؟ خب چی؟ نه یه چیزی گفتی. چی گفتی؟ گفتم عشقم تو برام پنر صورت چی میذاری؟ من کیم؟ عشقمی. عشقمی. عشق یعنی چی؟ یعنی سلای. مامان من مریضم، تب دارم، معده‌م داغه. خب باید چیکار کنیم مامان؟ چیه مامان اینا؟ مامان اینا تخم مرغم. تخم مرغم؟ نه خانم مرغ یوشک اومد اینا رو تخما رو گذاشت اینجا رفت. آره. برای چی گذاشته اینجا تخما رو؟ که آقا خروسه بیاد گرمشون کنه. آره. چجوری گرمشون میکنه؟ اینجوری میهشون اینجوری اینجوری. شما چی؟ جانم. بله بله. این مال کیه؟ اون مال مامانه. اون یکی مال منه. یکی مال کیه؟ مال گندم خانومه. مال من؟ بله. مال پرنسس خانومه. مال پرنسس خانومه. خوبونت برم پرنسس. چه خدا. بیدایشو. چیکار کردی منو؟ چی گندم؟ این مثل مال خودته. آره مثل مال منه. این مال منه. اونم مال توه؟ بله. یه بگه. چی؟ مامان کازه مرادیه. کازه مرادی. گندم مامان چیپس میخوری؟ بله. ترشه ها چیپسش میخوری؟ بذارم فلفل اینا فکر کنم توش باشه. باشه میخوام. تلویزیون. بیا بگیر. چشش نخوره. داری میخوای؟ صدایی میومد اونجا، صدای انگار مثلا آب میریخت یه نفر وسط آشپزخونه. یه توضیح به من بده. دوستم داشت آب میریخت کف زمین. اما تو میگی دوستم ولی تو آشپزخونه ما کسی رو ندیدیم. آره. ها؟ فکر نکنم. من تو آشپزخونه خدایا چی کار کنم از اون اینجوری؟ چی کار کنی از اون که آب ریخته؟ بابا نه دوستم بود، من نبودم. من نبودم که آب ریختی وسط. آخه من ندیدم کسی رو تو آشپزخونه، فقط یه نفر دیدم، یه دختر کوچولو دیدم، موهاش طلایی بود، من که نبودم. لباس سفید تنش بود. من که نبودم. من که نبودم. پس کی بوده؟ من بودم. چرا به من میگی کوچولو؟ من کی گفتم کوچولو؟ الان گفتم؟ نه حواسم نبوده، من معذرت میخوام. بچه من یه تیر و 2 نشون زدم، هم ولنتاینش رو همینطور رد کرد هم تولدش. هم عیدو. آره عیدم نزدیکه دیگه.